بسته نگار صفحه 104. بسته نگار یا بسته یا بستا از شعب 48 گانه موسیقی قدیم ایران بوده که بسیار مورد توجه ترک ها، عثمانی ها و اعراب قرار میگیره و امروزه یکی از 30 مقام از 52 مقام معمول در سوریه، مصر و لبنان هست و یکی از 8 مقام از 15 مقام معمول در عراق که نام فارسی و پارسی داره. در ترکیه هنوز هم به آهنگ بسته گفته میشه و به آهنگساز بسته کار. بهجت در کتاب خودش میاره که حرکت بسته نگار در موسیقی قدیم بود. از اول نغمه ماهور شروع می شده و به سگاه و نهفت می رفته و دوباره به مایه یعنی به همون ماهور برمیگشته. بنابراین به نظر میاد که بسته نگار بیشتر فرم مقامی و ساختار پرده بندیش اهمیت داشته، اما امروزه بسته نگار فرم ریتمیکش مهمه. احتمالاً واژه نگار از نگارنده یا نگارش یافته بیرون اومده و بسته نگار به معنی حالا آهنگ نگارش شده یا همون آهنگساز شاید بتونیم تعبیرش کنیم. به هر حال وزن بسته نگار در ردیف که از قطعاتیه که فرم ریتمیکشون مهمه و میتونه به عنوان یک تحریر یا یک بسته ریتمیک، انگاره ریتمیک در کل ردیف تکرار بشن و در هر دستگاهی بتونیم اجراش کنیم با رعایت این فرم، مثل کرشمه. وزنش هست دا دا دام دا دام دا دام دام، کوتاه کوتاه بلند، کوتاه بلند، کوتاه بلند بلند. و بعد این فرم ریتمیک رو ما میتونیم تغییرات روش بدیم. متفاعلون فعولون، وزنش میتونه به این شکل تعبیر بشه، یا متفاعلون مفاعیل، دا دا دام دا دام دا دام دام. این حالت رو ما میتونیم با ریز اجراش کنیم، یعنی بگیم دا دا دای دا دای دا دای دا، که البته در این مجموعه خواسته با چپ خفیف یا چپی که بهش پشت ناخنی میگیم اجرا کنیم. حالا تو تار به این سرمزرابی میگیم، مزراب چپ خفیفی که زده میشه و البته بهتر بود برای نگارشش به جای اینکه بین دو نوت مربوطه خط اتصال بذاریم و بعد روی نوت دوم چپ بنویسیم، بیایم اون خط اتصال رو حذف کنیم، چپ مربوطه رو بگذاریم و پایین چپ بنویسیم پیانو، البته پی بذاریم. این بهترین روش برای نگارش بود. آقای حسین علیزاده هم در کتاب ابتدایی آموزش ستار دوره ابتدایی همچین اشکالی رو در نوت نویسی به وجود آوردن. در یکی از 4 مضراب‌های اواخر کتاب که 4 مضراب 4گاه هست، چپ رو بالای نوت و بعد خود نوت رو به صورت نوت باریک نوشتن. وقتی نوت باریک باشه یعنی روش مضرابی نباید نواخته بشه و با صدای نوت‌های قبل به صدا در بیاد. و وقتی بالاش چپ بنویسیم که منظور ایشون همین چپ خفیف بوده، یک نوع تضاد در سیستم نوت نویسی هست. پیشنهاد من اینه که نوت نوشته بشه، بالاش چپ گذاشته بشه و پایینش پی به معنی خفیف یا به پیانو زدن یا خیلی نرم نواختن باشه، به طوری که زیاد انگار اون چپه شنیده نشه. دانگ هایی که در طول این قطعه استفاده شدن: لا، سی کرون دو، ره دانگ شور، ره می کرون فا سل دانگ شور هم زمان،
دنگ چهارگاه ر میکرون فا دیز سل و بعد دنگ هشته سل لا سی بمول دو به کار. یک دور قطعه رو میخونیم. لا 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 سی لا سل سلام لا 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 سی لا سل سلام لا 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 سی لا سل سلام سی لا سل سلام سی لا سی دو سی لا سی لا سل سل فا سل 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 فا سل 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 فا سل 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 فا سل فا سل سل لا سی لا سل سل فا سل می فا می فا 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 سل فا می فا می فا سل فا می فا می فا سل فا سل سل فا سل فا می فا می ره می ره می 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 فا می ره می ره می فا می ره می ره می فا می فا سل فا می فا می ره می ره دو ره دو ره ره می فا می ره می فا سل فا می فا سل سل فا سل لا سی لا سل لا سی دو سی لا سی لا سل لا سل فا سل لا سی لا سل لا سل فا سل فا می فا سل لا سل فا سل فا می فا می ره سل فا فا می می فا می می ره ره می می ره سل فا فا می می فا می می ره ره می می ره سل فا فا می می فا می می فا می می سل فا فا لا سل سل سی لا سل فا سل لا سل فا می فا سل فا می ره می سل سل فا سل سل فا سل سل فا سل لا سل می فا می فا می ره می فا سل می فا ره می فام فاس فا می ره دو ره. ابتدا فرم اصلی بسته نگار رو از نوت لا که شاید حجاز باشه شروع میکنیم. لا 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 سی لا سل لا سل. این کار میتونه با تکریز هم اتفاق بیفته. انگشت اول میره روی لا در قسمت بالا، همین رو تکرار میکنیم. لا 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 سی لا سل لا سل. کل این مجموعه تکرار خواهد شد. بعد میایم فرم اصلی بسته نگار رو میخوایم بست بدیم. لا 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 سی لا سل لا سل سی لا سل لا سل لا. دیگه یک یک میایم سی لا سی دو سی لا سی لا سل لا سل فا. دیدیم که در اصل یک واریاسیون به دگر سازی ریتمیک صورت گرفت روی این قطعه. همون پنجه ابتدایی که از لا بود در سل تکرار شد. حالا همین کاری که بستی که دادیم در ریتم در نوت لا در سل اتفاق میفته، بعد میاد در فا اتفاق میفته و در می. بعد از اون میخوایم یک حرکت بالا رونده یا گذر برشو به سمت نوت لا داشته باشیم. ری فا می ره. همین کار پایین‌تر می فا سل فا می. اینا کوتاه شده انگاره اصلی بسته نگارن، پس اینا همچنان با فرم بسته نگار تبعیت میکنن. فا سل سل فا. باز یه پله پایین‌تر سل لا سی لا سل و یه پله پایین‌تر لا سی دو سی لا سی لا سل لا سل فا. حالا همین کار از سل سل لا سی لا سل لا سل فا سل فا می و از فا فا سل سل فا سل فا می فا می ره. حالا تحریر زیر و رو. سل فا فا می فا می ره ره می ره. چند راست 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 چند راست 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 راست. اینا با تکیه حالت خفه کردنشون میشن میف میف ره. بعد تحریر زیر و رو کمی تغییر میکنه. سل فا فا می فا می فا می. دومی رو سل سل فا فا. دومی رو لا لا سل. حالا وصل میشیم به تحریر خسرو شیرین. سی لا سل فا سل راست شب راست شب راست لا سل فا می فا و بعد سل فا می ره می راست شب راست شب راست. همین حالتی که از سی بود یک بار از لا و یک بار از سل تکرار شد و در اینجا برای فرود نوت فا دیز رو میخوایم معرفی کنیم. سل اینجا حالتی داره که در انتهای سیخی آوازی هم دیده بودیم. سل 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 که میتونیم هم با کمان اجراش کنیم، یعنی یه تک بزنیم و هم نوت فا رو معرفی کنیم هم دوباره بشنیم رو سل. هم میتونیم با تکریز. پس شد سل 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 لا سل. دوم میاد روی می میر. اینجا انگشت سوم فا به کار رو میگیره. فا می فا می ره می فا سل می فا ره میر.
میخوام یک اومد روی می فاز کنم که دوره و